واقعی بودن یعنی چی؟ نمیخوام بهت بگم خودت باش. موضوع این ویدیو خودت باش نیست، واقعی باشه. واقعی بودن، واقعی دیدن، واقعی رفتار کردن، واقعی زندگی کردن یعنی چی؟ سلام، من مانیم، اینجا مینیمالشیمه. واقعیت دقیقاً اون چیزی رو به ما نشون میده که وجود داره، نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. و نکته اساسی واکنش ما نسبت به اون واقعیته. توی اون لحظه این ماییم که با نوع ورودمون توی اون دایره واقعیت ماهیت واقعیت رو مشخص میکنیم. ولی خب چرا ما از واقعیت فراری هستیم؟ به نظر من چند تا دلیل داره. یکیش ترس از روبرو شدن با چیزیه که دوستش نداریم. حالا این میتونه چیزی باشه که دوستش نداریم، علاقه‌مند بهش نیستیم، یا نه ازش حس بد میگیریم، یا واقعا ازش وحشت داریم. مورد دیگه ناتوانی توی پذیرش شرایط موجوده. اون شرایطی که توش هستیم نمیتونیم بپذیریمش. مثلا انتظار داریم توی یه شرایط دیگه‌ای باشیم ولی عملکردمون توی اون لحظه نمیخونه با اون چیزی که میخوایم، یا انقدر به اون خودباوریه نرسیدیم که بتونیم اون شرایط رو بپذیریم. مورد بعدی عادت ما به زندگی توی دنیای خیالی و ایدئاله. نمیگم دنیای ایدئال نباید وجود داشته باشه، همه ما رویاهای خودمون رو داریم، آرزوهای بزرگی خودمون رو داریم، ولی یه فاصله ای هم باهاش داریم. اون فاصله رو ندیدنه همون میشه رویا پردازی بیهوده. من اینجوری فکر میکنم که برای من اینجوری بوده. مورد بعدی که به نظرم خیلی خیلی مهمه، شاید همه این چیزایی که گفتم رو در بر بگیره، فرار از مسئولیت تغییر کردنه. این مسئولیت یعنی پذیرفتن مسئولیت تغییر کردن از خود تغییر کردن به نظر من سخت‌تره. خیلی مثال ساده براتون بزنم. شما تصور کنید که همه آدمای دور و براتون یه تصویر از شما دارن. حالا اون تصویر فرض میکنیم که غیر واقعیه، یا تصویری که شما براشون ساختید و شما یه جایی تصمیم به تغییر میگیرید، چون اون تصویری که دارید ارائه میدید تصویر خودتون نیست، تصویر واقعیتون نیست و به این رسیدید. اینجا پذیرفتن اون مسئولیت تغییره که قرار اتفاق بیفته خیلی سخت میشه. شما ممکنه همه رو از دست بدید، چون آدما وقتی ببینن شما یهو تغییر کردید اصلا نمیتونن بپذیرنتون. مسئله خود اون آدما که توانایی پذیرش شما رو اونجوری که واقعا هستید ندارن به کنار، اینکه خودتون بتونید اون وضعیت رو مسئولیتش رو گردن بگیرید خیلی سخت. مثلا از شغلتون استعفا بدید، از یک شخصی بخواید جدا بشید، بخواید مستقل بشید. اینا تصمیم‌های بزرگی هستند و واقعیت‌هایی توشون هست و این مسئولیت‌ها رو پذیرفتن سخت و هر کسی نمیتونه این چالش‌ها رو بپذیره، مسئولیتشو. ما در واقع از واقعیت خودمون میترسیم، از اون چیزی که هستیم میترسیم، از اون چیزی که قراره تبدیل بشیم بهش یا تبدیل شدیم بهش. من توی اولین مواجهه هم با این موضوع فرار از واقعیت چند تا کار خیلی مهم انجام دادم و چند تا چیز خیلی مهم هم یاد گرفتم راستش. یکی از کارهای مهمی که کردم پذیرفتن واقعیت بود، ولی با یه تفاوت. از روی ناچاری این واقعیت رو نپذیرفتم. ببینید یه وقتی از شما از روی ناچاری واقعیت رو میپذیرید و هیچ چاره‌ای برای خودتون قائل نمیشید، یه جورایی شاید بهتره بگم شکست رو میپذیرید تا واقعیت. من یه چیز مهمی رو یاد گرفتم توی این پروسه، این که پذیرش واقعیت موجود خودش نقطه شروعه. یعنی من به ذهنم یاد دادم، به خودم یاد دادم که پذیرش یعنی قبول کردن نقطه شروع. مثلا اگه وزنتون بالاست یا وزنتون پایینه، میخواید وزن اضافه کنید یا میخواید وزن کم کنید، انکارش نکنید. ما توی مواجهه با واقعیت انکار میکنیم، میریم جلوی آینه وای میستیم میگیم من چرا این شکلیم. هر جا میریم میشینیم بین دوستامون، از یه جای به بعد از کلی قضاوت دیگه از یه جای به بعد خودمون قضاوت میکنیم خودمونو، هی میگیم که من آره بدنم این شکلیه، ای وای من چرا این شکلیم، ای وای من چرا اون شکلیم. این چراها یعنی انکار کردن. شما هی دارید به خودتون میگید که من نباید این شکلی باشم، من نمیخوام این شکلی بودنمو ببینم و هی دارید انکار میکنید. به جای اینکه بپرسید چرا من این شکلیم،
به این فکر کنید که اینجا نقطه شروع شماست. انکارش نکنید، تردش نکنید، پسش نزنید، بدتر میشه. برای من یکی از مهمترین تجربیاتم ترک سیگار بود. باورتون نمیشه من زمانی سیگار رو یه شب گذاشتم کنار که به خودم گفتم تو یه سیگاری هستی، تمام شد. کاملا واقعیت رو پذیرفتم و دیگه براش نجنگیدم، دیگه انکارش نکردم، دیگه خودم رو تحقیر نکردم، دیگه سرزنش نکردم خودم رو، دیگه تخریب نکردم خودم رو. اینکه چطوری و چه شکلی من سیگار رو ترک کردم قبلا دربارش ویدیو ساختیم، براتون میذاریم این بالا. یه موضوع مهمی که وجود داره درباره این موضوع واقعیت، احساس ما نسبت به اون اتفاق است. اینو باید متوجه بشیم که احساس ما کاملا جدای از اون اتفاق، اون واقعیت در واقع که رخ داده. میتونیم از یه واقعیتی خوشمون نیاد، احساس خوبی نسبت بهش نداشته باشیم، ولی انکارش هم نباید بکنیم. موضوع اینه که شما وقتی نسبت به یه چیزی احساس بد دارید، مثلا چاقی یا هر مقوله دیگه ای، آره این چاق بودنه بعد از نظر شما احساس بدی نسبت بهش دارید، دوستش ندارید، ولی واقعیت اینه که وجود داره. و وقتی شما احساس بدی نسبت به چیزی دارید، برمیگردیم به همون موضوع انکار کردن، انکارش میکنید. چجوری میخواید تغییرش بدید؟ چجوری میخواید از بین ببریدش؟ بعد تازه احساس یه چیز متغیره. شما ممکنه احساستون به یه چیزی حتی بدون هیچ کار ویژه‌ای همینطور تغییر بکنه. بماند که تکنیکایی وجود داره، شما نسبت به یه چیزی، مثلا نسبت به چاقی احساس بد دارید، میتونید به صورت ذهنی اینو عوضش کنید، احساس بدتون رو از بین ببرید و دیگه اصلا درگیر این نباشید که چرا چاقید. رفتاری که ما بر اساس احساساتمون نسبت به واقعیتی انجام میدیم لزوما میتونه درست نباشه و در نهایت اصلی ترین موضوع و هدف نهایی رفتار مناسب یا همون واقعی بودن. بعد از اینکه پذیرفتیم، اینا رو یاد گرفتیم، تفکیک احساسات و واقعیت و قبول تونستیم بکنیم، واقعیت و انکارش نکردیم، نوبت میرسه به برنامه ریزی کردن، مواجه شدن، در واقع عمل کردن. اینکه واقعیت رو بشناسیم و متناسب باهاش رفتار بکنیم. به جای گله از شرایط، تمرکزمون رو بذاریم روی راه حل ها، چیزایی که وجود داره، روی واقعیت ها و واقعی باشیم. برای اینکه شما بتونید این کار انجام بدید و به صورت عملی در واقع باش مواجه بشید، یه واقعیتی رو که ازش فراری هستید، توی وضعیتی که الان هستید توی زندگیتون، پیداش بکنید، بنویسیدش و 3 تا دونه راهکار، قدم، کار، چیزی که میتونه این واقعیت و این وضعیت رو بهبود بده، پیش ببردش، اونم یادداشت کنید. به جای اینکه فرار بکنید، به جای اینکه انکارش بکنید، ببینید چه کارهای دیگه‌ای میتونید انجام بدید. خیلی دلم میخواد تجربهاتون رو راجع به این موضوع بدونم، به چه نتیجه‌ای میرسید. حتما که با همون به اشتراک بذارید. مراقب خودتون باشید و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی اگه انتظار بهترینا رو نداشته باشید.